هوا گرم شده و زمان راه اندازی کولرهای آبی رسیده. ما تو کولرهای آبی ته موتور یه قطعه‌ای داریم که من یه باز شدهشو گذاشتم که ببینید. کلاج موتور کولره. این کلاج با یه همچین پلاتین، یعنی شما اینو بدین شکل میبینید، فرمان میده به پلاتین که سیمپیچ کمکی رو از مدار خارج میکنه و به سیمپیچ اصلی برق رو منتقل میکنه. و به هر دلیلی، حالا این خاک گرفته، ببینید زمانی که موتور روشن میشه میره جلو گیر میکنه، بر نمیگرده. این دلیل خاک میگیره، چون چربم هست گیر میکنه و این اگر گیر کنه، حالا جلو اگه گیر کنه موتور دفعه بعد روشن نمیشه، ولی اگه عقب گیر کنه زمانی که موتور کار میکنه سیمپیچ کمکی تو مدار میمونه و سیمپیچ رو میسوزونه. زمانی که تستش هم خیلی راحته، ببینید از اینجا با یه پیچ گوشتی میتونید کلاجا هولش میدیم جلو، ولش میکنیم، به صورت آزادانه داره کارشو انجام میده. اگه گیر کرد حتما روغنکاری کنید و آزاد بشه، وگرنه موتور میسوزه. موفق باشید.